سلام به همگی. آقا این بسیجی‌های گیج و بیج که این یه ساله حسابی قاطی کرده بودن بالاخره عقلای نداشتشون رو روی هم گذاشتن و تو ورق پارشون که اسمش جوانه یه تئوری جانور شناسی همچین جمع و جور سر همبندی کردن و بیرون دادن. امشب میخوان یه نگاهی به این تئوری شلم شوربای بسیجی‌ها بندازیم و ببینیم خودشون رو چطوری دسته بندی کردن. چارچوب انقلاب اسلامی برای گذار از چالش هسته‌ای چه پیشنهادی را ارائه می‌کند؟ در پاسخ به این سوال به طور کلی 3 محور و نظریه را می‌توان مطرح کرد که این 3 نظریه ریشه در 3 برداشت متفاوت از مبانی انقلاب اسلامی دارد. ابتدایی ترین نظریه در این خصوص موضوع کنار آمدن با غرب و حل تزاحم بین بد و بدتر است. برخی معتقدند کشور توانایی هماوردی با دنیای غرب و کدخدای جهانی را ندارد و از این رو ما میبایست بین حفظ حداقل‌ها و از دست دادن همه چیز یکی را انتخاب کنیم. منظورش از این دسته اول جماعت اکبر کوسه و شیخ فری همراه با همه جونورای جام زهریه. میگه اینا میخوان چوب حراج و بردارن و دار و ندار نظامو به فنا بدن. حرفشونم یه چیز بیشتر نیست، اونم دل دادن به غرب و قلب گرفتن از کدخدای جهانیه. اگه حرفای پس پریدوز شیخ فری رو به خاطر داشته باشید خوب براتون روشن میشه که شیخ اعتدال از چه تیره‌ایه. و ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. اینکه شما میبینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آقا تند راه رفت، یکی کند راه رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که. میگه اصل قضیه کنار اومدن با کدخداست. کت کج و عینک اینجوری بهونه است. به جماعت کف کرده دلواپسم میگه اینقدر واسه اون ور آبیا کف نزنید، بذارید این علی گدا زهرشو بخوره. اون وریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، این وریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. پس تا اینجای کار با تیره اول از جانوران موجود در جنگل ولایت آشنا شدیم. حالا بریم ببینیم ورق پاره بسیجی‌ها تیره دومو چطور معرفی کرده. نگاه دوم نیز یک نگاه تهاجمی و پیشرو است و معتقد است اصلاً لازم نیست در مسئله هسته‌ای به طرفهای مقابل وقعی نهاد. واسه این که به تریج قبای دلواپسا بر نخوره بهشون میگه تهاجمی و پیشرو. یکی از دونه درشتای این جماعت همین شریعت نداریه که هر روز یه پرس مشت و لگد واسه کوسه و شیخ فری سرو میکنه. اینم آخریش. انتقاد اخیر رئیس جمهور محترم از منتقدان به دولت ایشان باز می‌گردد، زیرا جناب روحانی و برخی از دولت مردان ایشان بودند که طی 1 سال و چند ماه گذشته برای پیروزی‌های حریف کف زدند و بیان که امتیازی بگیرند حریف را پس از هر امتیازی که دریافت داشته است تشویق کردند و بدیهی است این تشویق‌های نابجا با تحقیر همراه و همزاد بوده است. به عنوان تازه ترین نمونه میتوان به تسلیم ایشان در برابر زورگویی و خواسته غیرقانونی آمریکا اشاره کرد که از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده رسمی در سازمان ملل متحد خودداری کرده بود.
بفرمایید اینم نگاه تهاجمی و پیشرو. هرچی شیخ فری و ظریف میخوان صورت نظامو با سیلی مذاکره و عزت و این حرفا سرخ نگه دارن، اینا سر راهش سنگ میندازن و پتر رو میریزن رو آب. پس با این حساب تیره دومم روشن شد. حالا وقتشه بریم سراغ سومی که کسی نیست جز خود علی گدا. اما نگاه سوم که نمود و بروز آن غالباً در سخنان مقام معظم رهبری تجلی می‌یابد، نوعی واقعیت نگری توأم با آرمانگرایی است. در این نگاه از یک سو به ضرورت تعامل با جهان پیرامون، قابلیت‌های دیپلماسی، توان طرف مقابل و غیر اشراف وجود دارد، اما از سوی دیگر تأکید می شود که با کار و خلاقیت و با اعتماد به نصرت الهی و اتکال بر توانمندی‌های داخلی می توان به هماوردی غرب رفت و دشمن را مجبور به پذیرش پیشرفت ایران اسلامی کرد. به این میگن تئوریزه کردن دو دوز بازی ولی فقیه توسط بسیجی‌های سرگشته. واقعیت نگری یعنی حس تناب تحریم و خفگی. آرمانگرایی که دیگه نگو. این ولی فقیه مثل امام گور به گوریش یه آرمان بیشتر نداره، اونم حفظ این نظام لکنتیه. اصل تئوری اما اینجا پیش موشکافه. دوره این پا و اون پا گذشته. بین راحت شدن از واقعیت تحریم و بمب و این حرفا باید یکی رو انتخاب کنی. دیر و زود داره ولی سوخت سوز نداره. موشکافی